سفر عدید 8 کیلومتر به اینمی موتورسیکل چهار کشتیم. یک بار همه کسا میریم تماشا میکنیم. هم نسلایی که 7 دانه 8 دانه دادگیان برای شما مخلصای مهربان، برای آدمایی که کم بضاعتن یا شرایط ندارن توفهشون میکنیم. انا این پدرشونه. اینه بینین گوشاش دراز. برادرای جانی ما بینین چه خیلی نسل دادگیان، چه خیلی زاد دادگیان. اینمی زرگوشای بابچکا میگن یارا. اینمی زرگوشا 3 ماهان. از اوچهشون هم نشونتون میتم. ای همه مخلصان برادران خواهش میکنیم که کدام هم خیلی بخوای سیمنتال یا چورنپیاس داره. السلام علیکم اکاجانا اپاجانا و مخلصای مهربان. همه ما و شما میدونیم که ما ای خردسالیم سرود خواندن موسیقی را به نهایت دوست میدارم. اکاجانای ما چی نوار کلیپایی که برای شما پیشنهاد میکنم قطاری تماشا کردن شما ما خدمم حلاوت میبرم و برای شما یک پیشنهاد دارم. کارت دبیتی تینک اف بلک رایگان شد. تینک اف بلک کارت دبیتی مناسب است برای کار و زندگی در آسیا که امکانی به کمیسیا انتقال دادن پول را از روسیه به تاجیکستان میدهد. از همه مهمش این که شما میتوانید توسط تینک اف بلک در یک ماه تا 5 میلیون روبل انتقال دهید. اگر شما این کارت را با پیوندی در توصیف موجود بوده تا 14 اپریل درخواست کنید میتوانید آن را برای همیشه رایگان استفاده برید. یعنی برای خدمت رسانی پول دادن لازم نیست. تینک اف بلک را رایگان درخواست کردن ممکن است. برای این داشتن شهروندی روسیه یا پتن یا ثبت نام در کار نیست. تنها با استفاده از پیوند در توصیف درخواست کنید. نماینده بانک کارت را به همه جای در روسیه برای شما موافق رایگان میرساند. علاوه بر این حالا امکان درخواست کار انا با چنین طرح‌های محدود با تصویر طبیعت موجود است. بغیر از خدمت رسانی رایگان و انتقال به کمیسیا کارت برتری های دیگر نیز دارد. پرکنی رایگان صورت حساب توسط انتقال از کارت های دیگر یا با پول نقد معاش را هم میتوان با این کارت گرفت. امکانی بازخواندی به کمیسیای پول نقد تا 500,000 روبل در بانکمت های تینکا و تا 100,000 روبل در هر دیگر اگر زیاده از 3,000 روبل بازخوان کنید و پیوندی در توصیف بوده گذارید کارت دبیتی تینک اف بلک را درخواست کنید و آن را برای همیشه رایگان استفاده برید. سلام علیکم دوستای عزیز، مخلصای مهربان. در ناحیه‌مان قرار داریم برای شما یک برنامه جالب میکنیم در فرمچه پیش گاو و گوسفندا. بعدا با فرمچه زرگوشا میریم. با ما باشین. برنامه خوبه. برادرای عزیزی ما آمدیم پیش زرگوشا را ای پیش گاو و گوسفندا جدا کردم. سبب دادن که زرگوشا را عدل نجات که به همون خاطر اینجا جای خوبشون کردگیم. پیش هر خیلی نمود زرگوش داشتم. ازی دو نمود زرگوش رو ما شما را نشان میتم. بابچکا با فلاندروی سفید. یک بار تماشاشون کنین. خیلی با آدمایی که زرگوش پرورن میدونن زرگوشای خوبن. یکم کزا در کار شید علاقه برین هازی داریم سی برادرها دا زرگوش تامین کنیم. زمستانی بسیاری هم مراجعت کردن نداشتم راستی بازی دارم. بیا پیش شروع تماشاشون کنین. دوستای عزیزی ما اینمی زرگوشای بابچکا میگن یارا. اینمی زرگوشا 3 ماهان. از اوچهشون هم نشونتون میتم. این ببینید خیلی زرگوش بسیارتر دارم. خیلی اون کسی در کار باشه یا میفروشه میپدر میکنیم. خیلی انشالله باختان همش میره. اینجا بسیار جا توپ زد یعنی این انا این اوچه هنمو زرگوشای بابچکای کلانتر بگیم پیرسول هم یه بسیار زود دادگیه بسیار تولد کردگیه. خوش رو تماشاش کنیم. برادرای عزیز حاضی زرگوش بسیار این همی نمود دارم. اینا را فلاندروی سفید میگن یا دماهان. باز اینجا اتشونه اوچهشونه همشه نشونتون میتم. همین خیلی زرگوش سفید و بابچکا دیگه ایو برا و کبوتای فلاندرو ندارم و زیرشده. همین زیاد زیاد کیسیم. همین زیاد پرورش کیسیم زیاد کنیم با
سفیدم شخشوان انا این پدرشون های این بینین گوشاش دراز دراز ارگوشی گوزوالای گوشتی های گوششون هم زیاده و زیرش دا پرورش کسیم که بسیار ترشون کنیم این پیش بیرونیشون شده اما برادره جونی ما که باشین یا علاکه اینه بیو سه ماه هم کلانتر هم خیلی الچه دا 4 تا جو کدگیم 4 تا 5 تا 7 خیلی دا اینه خیلی یک الچه دا 5 تایی 4 تایی 6 تایی جوشون کدگیم دوستای عزیزی ما زرگوشا را کم هم باشه تماشا کردین میریم که پیشی گاو و گوسفندا در روجه هم برای شما معلومات خوب انشالله پیشنهاد میکنم. دوستای عزیزی من یاد شما باشه چند ماه پیش همین جمع یک چند گوسفندا را فروخته بودیم توفه کردگی بودیم یک 7 دانه شما همین جمع مونده بودم حاضر نسل دادگیان یک بار همه کسا میریم تماشا میکنیم هم نسلایی که 7 دانه یا 8 دانه دادگیان برای شما مخلصای مهربان برای آدمایی که کم بیزارتن یا شرایط ندارن توفه شون میکنیم میریم خیلی تماشا کنیم بسیار با عوض کیسن عینی خوراک دادن شونه برادرها جونی ما بینین چه خیلی نسل دادگی چه خیلی زاد دادگی نمی 7 گوسفند برا هم مسیحی خوش رو خوش روان بازی خوراک شون میکنیم برشته کنجورا میگن دوستای عزیزی ما 8 تا برای که این گوسفندا نسل دادگیان این هم 4 تا وعده کردیم که توفه میکنیم خیلی کدامه که ویدیو را در او دید مراجعت کرد شرایط نداره همونو دا توفه شون میکنیم همین خونه دستفکش خطی کدام منطقه جمهوری باشه روی میکنیم مثل هر وقته برادرای جانی ما شاید که اگم تا شما کامنتر را کنین یا سوال کنین که نیم جان چیوه در یک جای کلان مثال جای 20 تا گاوا نیستن گاوا را همش عدیر بردیم در عدیر هم خیلی جا داریم نگاه میشون میکنن در همونجا شیراشون هم میگیرن و میبرن خیلی دیگه جا دا تامین میکنن عدیر خوبتر ایده مثال ما در اکانومیکاش خوبتر میشه با چی خاطر که خیلی علف های همونجا به دهنشون میچرن همین خیلی حالت ها ایجاد یک بقه بستگی ما بقره با این نزدیک نشان تو میتیم بقه 4 نپیاست ای همه مخلصان برادران خواهش میکنیم که کدام هم خیلی بقای سیمنتال یا 4 نپیاست داره مراجعت کنه میخریم یک 10 تا بقای سیمنتال 4 نپیاست میخریم خیلی فربهشون میکنیم با این بازی ماه اپریل تا قریبی زمستون بقره فربه میکنیم با فروش میبریم با گوارا میاریم در اینجا میبندیم خیلی حالتهای کارای وزیرش دم بیا همه کسا میریم سری عدیر یک احوال گوه با خبر میشیم بعدا با صحبت را دوام میکنیم برادر عزیز سری عدیر 8-9 کیلومتر به این همین ما تقصیل چورا کشتیم مخلصان مهربان برنامه دیگر را انتظار باشین در سری عدیر تمام باغ گوسفندها را همه شب تماشا کنید